جشن تکلیف در حقیقت جشن تشرف یک نوجوان به ساحت لطف و توجه پروردگاره. عزیزان من، فرزندان من توصیه میکنم از همین حالا، از همین روزها و ماهایی که تشرف به تکلیف پیدا کردید، از همین حالا رابطه خودتون رو با خدای متعال مستحکم کنید. راز پیشرفت یک انسان به صورت شخصی، فردی و یک جامعه به صورت جمعی این است که بتواند رابطه خود با خدا رو حفظ کنه. ارتباطتون رو با خدا حفظ کنید. بهترین راه ارتباط با خدا در درجه اول همین نمازی است که میخوانید. نماز رو سعی کنید اول وقت بخونید، با توجه بخونید. با قرآن انس داشته باشید عزیزان من. با قرآن انس پیدا کنید. هر روزی یه مقداری قرآن بخونید، ولو چند آیه، و توجه به معانی قرآن پیدا کنید. قرآن انسان رو هدایت میکنه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. انسان رو به راه راست هدایت میکنه.